ممکنه دیدن این ویدیوی روانشناسی بیشتر از ندیدنش بهت آسیب بزنه. اینجا میفهمیم چرا. نه به این دلیل که این ویدیوها اطلاعات غلطی میدن. حتی ممکنه کاملا علمی باشن. یا از زبون یه آدم متخصص این حوزه باشن و حتی برای میلیون ها نفر مفید بوده باشن. با این حال ممکنه همون اطلاعات برای تو نتیجه متفاوتی داشته باشه. چون تو یک انسان خاصی با شرایط، ویژگی‌ها و تاریخچه خاص خودت و یه توصیه عمومی لزوما نمیتونه همه اینها رو به خودش حمل کنه و من میخوام قبل از هر توصیه روانشناسی که میبینی یا میشنوی یا میخونی اینو بدونی. چند وقت پیش داشتم کامنت های یه ویدیو روانشناسی رو میخوندم. ویدیو درباره آدمایی بود که خیلی سخت میتونن نه بگن و مدام نیازهای بقیه رو به خودشون ترجیح میدن. پر بود از آدمایی که میگفتن بالاخره فهمیدم مشکلم چیه، یا خیلی بعد از دیدن این ویدیو راحت شدم، یا این ویدیو انگار درباره منه. اون ریلیف، اون آرامش درونی اون لحظه رو ما همون میشناسیم. اون لحظه‌ای که یه چیزی رو میشنوی و به خودت میگی آها پس من این بودم، پس داستانم این بود. و این لزوما چیز بدی نیست. اتفاقاً این که آدم بتونه یه بخش از رفتار خودش رو بهتر ببینه میتونه شروع یه آگاهی واقعی باشه. گاهی حتی اسم گذاشتن روی تجربه باعث میشه چیزی که مدت‌ها مبهم بوده برای اولین بار قابل دیدن بشه. اما یه سوالی توی ذهنم موند. اگر اون حس راحت شدن به جای اینکه شروع تغییر باشه پایانش باشه چی؟ اگر اون آرامشی که پیدا کردن به جای آگاهی باعث بشه دیگه لازم نبینن بیشتر خودشونو بررسی کنن چی؟ یا اگه اون ویژگی که شناختن فقط یه تکه از پازل باشه و بقیه تکه ها رو نادیده گرفته باشن چی؟ بذارین توضیح بدم. اول از همه بیاین تفاوت توضیح و توجیه رو بیان کنیم. یه نفر یه ویدئویی میبینه، میفهمه که خیلی سخت میتونه نه بگه و بعد اتفاق جالبه میتونه بیفته. از اون لحظه به بعد هر بار که نمیتونه نه بگه با خودش میگه خب معلومه من همینم. هر بار که احساس میکنه داره از خودش دور میشه خب معلومه من همینم. هر تنشی توی رابطه‌اش اتفاق میفته خب معلومه من همینم. و یه وقتی میبینین که اون توضیح تبدیل شده به یک توجیه. توضیح دادن یه رفتار با توجیه کردنش فرق داره. این که بفهمی یه رفتار ممکنه از کجا اومده باشه به این معنی نیست که دیگه چیزی درباره اون رفتار لازم نیست تغییر کنه. شناختن علت میتونه شروع کار باشه نه پایانش. ما باید بپرسیم حالا که اینو درباره خودم میدونم باهاش چی کار میکنم؟ نه اینکه حالا که فهمیدم چرا اینطوریم پس دیگه لازم نیست کاری بکنم. البته که این مسئله خودآگاه اتفاق نمیفته. اینجا یه مرز خیلی ظریف وجود داره. وقتی یه ویدیو میگه تو اینطوری رفتار میکنی چون بچگیت اینطوری بوده، ممکنه این توضیح برای بعضی آدم‌ها واقعاً معنیدار باشه. ممکنه حتی کمک کنه یه الگوی قدیمی رو بهتر بفهمن. ولی وقتی این توضیح تبدیل میشه به تنها داستانی که درباره خودت داری، ممکنه هر رفتار بعدی رو هم از همون زاویه ببینی. من اینطوریم چون فلان اتفاق برام افتاده. و از یه جایی به بعد توضیح رفتار جای بررسی رفتار رو میگیره.
در حالی که شناختن خودت قرار نیست مسئولیتت رو ازت بگیره. قرار نیست بگی خب پس من همینم. باید بتونی بعد از شناختن این الگو دوباره خودت رو بررسی کنی. ببینی این شناخت واقعا داره کمکت میکنه جلو بری یا فقط یه توضیح خیلی قانع کننده برای سر جات موندن بهت داده. دومین موردی که پیش میاد وقتیه که یه ویژگی تبدیل به هویت میشه. من آدم کمالگراییم. من آدم مضطربیم. من آدم وابسته‌ای هستم. من اجتنابیم. من تروما دارم. اینا لزوما غلط نیستن. ولی اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. قبل دیدن اون ویدیو میگفتی من بعضی وقتا خیلی به خودم سخت میگیرم. بعد از دیدن 10 تا ویدیو روانشناسی میگی من یه آدم کمالگرام. این دوتا جمله خیلی با هم فرق دارن. دومی میتونه تبدیل بشه به بخشی از تصویری که از خودت داری. و وقتی یه تصویر از خودت شکل میگیره ممکنه شروع کنی اطلاعات جدید رو هم از همون زاویه تفسیر کنی. هر بار که یه اشتباه میکنی ممکنه برات تبدیل بشه به دیدی من واقعا کمالگرام. و در مقابل هر بار که تونستی اشتباه رو بپذیری و ازش عبور کنی شاید کمتر بهش توجه کنی. یکی از فرآیندهایی که میتونه در چنین موقعیت‌هایی نقش داشته باشه confirmation bias، یعنی تمایل ما به اینکه اطلاعاتی که با باورها و انتظارات قبلیمون هماهنگه رو راحت تر ببینیم یا بیشتر جدی بگیریم. اینجا داره یه چیز عجیب اتفاق میفته. محتوای روانشناسی که قرار بود کمکت کنه خودتو بهتر بشناسی میتونه تبدیل بشه به یه عینک و بعد شروع میکنی همه چیزو از پشت همون عینک دیدن. رفتاری که قبلا فقط یک رفتار بود تبدیل میشه به یک مدرک. احساس موقتی تبدیل میشه به یک ویژگی و اون ویژگی تبدیل میشه به من و ما یادمون میره که این عینکو زدیم. مورد سوم، توصیه‌ها معمولا روی یک مسئله تمرکز میکنن ولی آدم‌ها مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و شرایط هستن. این شاید مهمترین چیزیه که میخوام بگم. فرض کن یه نفر متوجه شده که خودش رو خیلی سرزنش میکنه. یه ویدیو میبینه که میگه با خودت مهربون تر باش، خودت رو ببخش، به خودت سخت نگیر. این توصیه به خودی خود میتونه کاملا منطقی باشه. ولی فرض کن همین آدم همزمان در قبول کردن مسئولیت اشتباهاتش هم مشکل داره یا معمولا تقصیرها رو گردن بقیه میندازه یا اصلا مشکل اصلیش این نباشه و فقط در یه رابطه خاص نتونه مخالفت کنه. حالا اگه فقط همون قسمت اول خودش رو ببینه و بگه پس باید کمتر خودم رو سرزنش کنم، ممکنه اون توصیه خوب بدون توجه به بقیه ویژگی و شرایطش به نتیجه متفاوت منجر بشه. من نمیتونم نبگم پس باید نگفتن رو یاد بگیرم. شاید، ولی چقدر؟ به چه کسی؟ در چه موقعیتی؟ با چه هزینه‌ای؟ آدم داستان ما ممکنه از یک افراط بره به یک افراط دیگه و این دقیقاً اون چیزی که توی کامنت ها میدیدم. آدمایی که یه ویژگی رو پیدا کردن و با همون بخش بزرگی از خودشون رو توضیح میدن، در حالی که ممکنه ویژگی ها و شرایط دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که وقتی کنار اون ویژگی قرار میگیرن نتیجه رو کاملا تغییر بدن. و این فقط ایده فلسفی نیست. توی پژوهش‌های روانشناختی هم تفاوت پاسخ افراد به مداخلات مختلف دیده میشه و به همین دلیل اینکه چه چیزی برای چه کسی بهتر جواب میده خودش موضوع حوزه جدی از پژوهشه.
ما یه ویژگی نیستیم. گاهی 2 نفر میتونن دقیقاً یه مشکل رو در ظاهر داشته باشن، ولی دلیلشون، شرایطشون و چیزی که بهشون کمک میکنه کاملا متفاوت باشه. و این متاسفانه همون چیزیه که توی محتواهای کوتاه و عمومی خیلی راحت گم میشه. یه نکته دیگه هست که مورد 4، توصیه ها کانتکست رو حذف میکنه. مثلا اگر کسی بهت احترام نمیذاره ازش فاصله بگیر. به نظر خیلی منطقی میاد، ولی خب اون آدم کیه؟ همسرته؟ رئیسته؟ پدر یا مادرته؟ دوستته؟ یه بار این اتفاق افتاده؟ سال هاست؟ تو هم توی این رابطه نقشی داری؟ وابستگی مالی وجود داره؟ بچه‌ای در میونه؟ طرف مقابل داره از یه شرایط سختی رد میشه؟ اصلا امکان فاصله گرفتن داری؟ این توصیه ساده یه واقعیت پیچیده رو فشرده کرده و تو داری اون نسخه فشرده شده رو روی یه زندگی پیچیده اعمال میکنی. یا مثلا همیشه احساساتتو بیان کن، ولی آیا هر احساسی باید همون لحظه و به همون شکل بیان بشه؟ مرز بذار، ولی مرز با کنترل کردن دیگران فرق داره. خودت رو دوست داشته باش. این دقیقا یعنی چی؟ هیچ کدوم از اینا لزوما غلط نیستن. مشکل از جایی شروع میشه که بدون کانتکست روی خودمون اعمالشون میکنیم و این یکی از چیزهایی که ویدئوی چند دقیقه‌ای نمیتونه برای تک تک آدم ها به طور کامل حلش کنه. مورد 5 و شاید بدترین جایی که این اتفاق میفته توی روابط. چون رابطه فقط من نیستم، توی سیستم هستی، طرف مقابلم یه سیستم دیگه است. تاریخچه رابطتون هست، الگوی تعامل بین شما هست، خاطرات متفاوت، نیازهای متفاوت، ترسهای متفاوت و برداشتهای متفاوت وجود داره. و بعد ویدئوی کوتاه میگه اگر داره این کار میکنه یعنی نارسیسیسته. گاهی ما با چند دقیقه ویدئو برای رابطه که سالها طول کشیده تشخیص میسازیم. طرف مقابلی کاری میکنه و میگی این کارو کرد چون نارسیسیسته، یا همون خودپرست و خودخواهه. یه حرف دیگه میزنه، اینم که به خاطر اجتنابی بودنشه. و بعد کم کم همه رفتارهای بعدیش رو از پشت همون برچسب میبینی، در حالی که سازنده اون ویدئو رابطه شما رو ندیده، دعوای شما رو ندیده، تاریخچه‌تون رو نمیدونه و به تمام جزئیاتی که باعث شدن این رابطه به این نقطه برسه دسترسی نداره. و حتی خودت هم ممکن همین ماجرا رو کاملا بی‌طرف نبینی. تو روایت خودت رو داری، طرف مقابلم روایت خودش رو داره. و واقعیت رابطه ممکنه جایی بین چیزهایی باشه که هر دوی شما میبینید و چیزهایی که هیچ کدومتون نمیبینید. پس چطور یه ویدئوی کوتاه میتونه درباره رابطه خاصت و جواب نهایی داشته باشه؟ و دقیقاً همین جاست که باید خیلی بیشتر مراقب باشی. چون محتوای روانشناسی وقتی درباره خودمون حرف میزنه فقط اطلاعات نمیده. ممکنه نحوهی که خودمون و دیگران رو تفسیر میکنیم هم تغییر بده. و حالا یه سوال از خودم. من وقتی داشتم این ویدئو رو آماده میکردم سوالی برام پیش اومد. آیا منم تو ویدئوها واقعا به مخاطب کمک میکنم که خودش رو بررسی کنه، که ویژگی‌هاش رو کنار هم بذاره، شرایطش رو ببینه و بعد خودش تصمیم بگیره چه چیزی براش مناسبه؟ یا منم دارم همون مسیر بقیه رو میرم؟
و این سوال برای خودم خیلی مهم بود. چون خیلی راحت میشه درباره خودشناسی حرف زد و در نهایت به جای اینکه به آدم‌ها کمک کنیم خودشون رو ببینن، بهشون میگیم که خودشون چه کسی هستن. و این دوتا خیلی با هم فرق دارن. یکی اطلاعات میده، اون یکی ممکنه هویت بسازه. پس هر بار که یه توصیه روانشناسی میشنویم، این سوال رو باید از خودمونم بپرسیم. چون حتی همین ویدیو هم در نهایت فقط اطلاعاته، نه پرونده روانشناختی تو، نه تشخیص تو، نه نسخه شخصی زندگی تو. پس چی کار کنیم؟ نمیخوام بگم به توصیه روانشناسی گوش نکن. اتفاقا برعکس، میتونی ازشون چیزای خیلی زیادی یاد بگیری. فقط یه سوال اضافه کن. بعد از هر توصیه‌ای که شنیدی، قبل از اینکه بپرسی این علمیه یا نه، این رو هم بپرس. این توصیه کدوم قسمت منو میبینه و کدوم قسمت منو نمیبینه؟ و بعد یه سوال دیگه. آیا این واقعاً درباره منه یا فقط یه قسمت از منه؟ چون توصیه روانشناسی قرار نیست به جای تو درباره خودت تصمیم بگیره. قرار نیست یه لیبل بهت بده که بعدش همه چیز رو از پشتش ببینی. میتونه یه عینک باشه که کمک کنه یه جنبه از خودت رو واضح تر ببینی. اما باید یادت باشه که عینک زدی. پس دفعه بعد که ویدیو روانشناسی دیدی و با خودت گفتی آها پس مشکل من اینه، یه لحظه صبر کن و تفکر کن. چون آگاهی فقط پیدا کردن اسم برای چیزی که درونمونه نیست. آگاهی یعنی تحمل کنیم که هنوز جواب کامل رو نمیدونیم. اینکه به جای اینکه سریع یه توضیح پیدا کنیم، بتونیم چند لحظه بیشتر با سوال بمونیم. موضوعات زیادی رو در نظر بگیریم. همه جنبه‌های خودمون رو ببینیم. و اگه یه جایی توی ذهنمون فکر کردیم همه چیز رو درباره خودمون میدونیم، تأمل کنیم و شک. و شاید سخت‌ترین قسمت خودشناسی همین باشه. اینکه به جای اینکه خیلی سریع بگی حالا فهمیدم چه مشکلی دارم، بتونی یه مدت با این سوال زندگی کنی. نکنه هنوز همه خودم رو ندیدم. راهکاری که خودم انجام میدم معمولاً اینه. بعد از شنیدن یه توصیه روانشناسی، ببین این توصیه دقیقاً کدوم قسمت زندگی تو رو هدف گرفته. و بعد اگه به نظرت میتونه مفید باشه، در یه مقیاس کوچیک امتحانش کن. نه برای اینکه ببینی این توصیه درسته یا غلط، برای اینکه ببینی برای تو در شرایط تو چه نتیجه‌ای میسازه. شاید نتیجه خیلی کوچیک باشه و شاید هم بفهمی که توصیه برای تو مناسب نبوده و اصلا یه موضوع دیگه مشکلت بوده. ولی همین اتفاق کوچیک از 100 تا ویدئویی که فقط باعث شدن بگی این دقیقاً منم ارزشمندتره. چون یک قدم به صورت عملی به شناخت خودت نزدیکتر شدی. از آگاهی واقعی حرکت میاد.